یک امیخه داوری شوروی دا یک پسر بچه تمام مکتب را میخوند، مثلا مکتب رو 10 سال بود 13 سال میخوند، همین خلاص میکنن شه. بعد این مسافری پدرش میگه چی میشود این نه حسن خط دارد نه حرف میدوند مبودا همین مبودا یکی خدمت میگیرم این مسافر انتظار کی خط مینویسد کی خط مینویسد و نتونه از کجا بنویسی های 4 5 ماه میگذرد و همون خط کشان میبیارد خط میتلیف و فلان میگه مسافر این با فکرم از قسم حربی کسی هم روش نوشته است میگیرد بیچاره مسافر خط هم خیلی نگاه میکنه اوه این بچه میگه تا بگه اچکی مونده عینک‌ها رو کامپیوتر فایل کرده همسایه همه نگاه میکنه یگون کس نمیفهمه چی نوشته و یا همسایه‌اش میگه که مسافر این فرض این مکتب در چند سال خونده 13 سال هر یک معلم یا حرفی اون اگر میخونن میفهمه بچه خط میگیرن میرن مکتب نزد روبر میدارد روبر فایل میکنه دیرکتور تمام معلم‌ها همه خطای نظر میگذارن یک معلم خطا نمیکنه خونده بیچاره دیرکتور مکتب هم میگه مسافر خجالت نشه بابا یگانه در جامعه آدمایی هستن که همه خیلی خط دارن اینا دکتران شما هم میگیری دکترخانه ناحیه را مسافر خط میگیره میره دکترخانه ناحیه تمام دکتر فایل میکنه سر دکتر همه عیالم نگاه میکنه یگان کس نمیفهمه چی میگه چرا بعد سر دکتر مادری و عقل بس مسافر ما دکترها هممون هر خیلی مینویسیم یگانه آدمایی که همه حسن خط ما خونده میتونن این داروخانه اپتکچی ها مسافر خط میگیره راست میره داروخانه بیگانی روز چه داروخانه در نوبت برای دولتی بالا دولتی پسولمانگی برای مسئله این هم خیلی خلاص نوبت میستد خط هم دست داشته بیچاره مسافر با امید که واسه خط اپتکچی میکنن نزدیک میشه هم داروخانه دارو فروش ده هم خطا دراز میکنند و یا وقتش نیکو وقتی پول اومدن میگیرن و یا میگیرن خیلی تیز خطا و برای نظر میگذارن میگه ای مسافر این داروی شما در خطای میشه ولی نو وقتی